به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبورزاده را 7 دکبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، یک روز بعد در زادگاهش دهه مخشود ناحیه عین دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفتهشان این کار میتواند مانع گرفتن جبران پولی از روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبورزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابینسک روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافتی، مردی 17 قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه‌های علی زبورزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد. همسر و یک پسر علی زبورزاده در دهه مخشود ناحیه عین بودند. پسر مرد 17 14 ساله است. نام زبورزاده در رویخط تاجیکستانی‌هایی است که از طرف روسیه علیه اوکراین می‌جنگیدند. این رویخط از سوی طرح زیستن می‌خواهم در اوکراین تهیه شده ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبورزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ می‌کرد و 17 ایون سال 2025 کشته شد. به گفته یک ساکن دهه مخشود ناحیه عینی، به نزدیکان علی زبورزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می‌شود جسد مرد را از روی تشخیص DNK معین کردند. طرح دولتی زیستن می‌خواهم در اوکراین ماه می امسال نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح ماه سپتامبر امسال رویخط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند.